اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة علی رسوله و آله و اصحابه اجمعین و اما بعد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. برای ما جای بسیار مسرت هست که ما یک بار دیگر خود را در میان موسفیدان و بزرگان معزز و قابل حرمت خویش میبینم. خوب است ما به هم بنشینیم و در این لحظات حساس، البته مشکل، تاریخی ولی افتخارآمیز و سرنوشت ساز افغانستان با هم به حکم خداوند و امرهم شورا بینهم بنشینیم و مشوره بکنیم. 10 سال است افغانستان در میان آتش و دود و فیرها و از مسلسل ها گرفته تا راکت ها و توپ ها و بمب های تیاره ها و اینا می سوزه. بعضی ها نوع اشتهایشان آمده که می گوید ما افغانستان را به امام خون مبدل می سازیم، ولی ما شما شاهد هستیم که همین اکنون ملت افغانستان در امام خون می غلطد، در تنور داغ می سوزند. ما فکر می کنم که فرزند واقعی از این وطن و خدمتگزار واقعی به مردم خود نباید چنین غیر مسئولانه ندا یا آواز برکشد که ما افغانستان را در امام خون می جوشانم، بلکه برعکس باید دست و آستین بر بزنیم و مردم افغانستان را از امام خون نجات بدهیم، از این تنور داغ و سوزان بیرون بکشیمشان. این بزرگترین خدمتی هست که هم برای خلق الله انجام میدیم و هم در راه خداوند، راه رضای او تعالی ما گام بر می داریم. ما چی کردیم؟ خداوند جل جلاله در قرآن عظیم الشان حکم صادر می کند که والصلح خیر، انما المؤمنین اخوة فاصلحوا. باز حکم است فاصلحوا بین اخویکم. مؤمنین برادران یک دیگر هستند، در میان از اونها صلح را روا بدارید. و این طایفتان من المؤمنین اقتتلوا فاصلحوا بینهما. دو طایفه مؤمنین اگر به قتل و قتال می پردازه، شما در میان از اونها مصلحت و صلح را روا بدارید. بالاتر از 160 بار در قرآن عظیم الشان نسبت به صلح احکام خداوند جل علی شانه صادر شده است. دوستان محترم، این آیات صرف برای نجیب فرستاده نشده است، برای هر مسلمان فرستاده شده است. هر یکی از ما و شما در برابر عزت متعال جواب دادنی هستیم. یک ملائکه اینجا نشسته، یک ملائکه اینجا نشسته، یکی خوبی های ما را و یکی بدی های ما را یادداشت میکنه.
وقتی که روز محشر میریم یه اعمال نامی ما در برابر ما کشیده میشه که ما خب برای شما امر و هدایت کرده بودم که راه خداوندی و راه اسلامی این است. شما در جهت تحقق این آیات کریمه ما در قرآن عظیم شان چی گام برداشتین؟ این سوال از موسفید میشه، از جوان میشه، از زن میشه، از مرد میشه، از شهری میشه، از دیهاتی میشه. ولی در پالوی دیگر آواز بلند میشه که ما تأخیر می جنگیم. شما برای ما راستی مشوره بدین که ما حکم خداوند را قبول بکنیم یا گپ گلبدین را قبول بکنیم. خداوند میگه و صلح و خیر، گلبدین میگه ما تأخیر می جنگم. تأخیر فرد افغانم ما می جنگم. بگوین دی سفیدان محترم من، کاکاهای عزیز من، ما شما را برای این مسئله خواستیم که برای من مشوره های سریع بدید. کدام امر را قبول کنیم؟ تشکر. باید همام تو باشه اگر مسلمانی واقعی هستی. به خاطر ای بود که ما سیاست مصالحه ملی و آشتی ملی را اعلان نمودیم. ملت افغانستان در برابر اسکندر مقدونی مبارزه کرده است و جواب دندان شکن داده است. با مغولی ها، با انگریز ها. ولی من خدمت شما به عرض برسانم در تمام این دوران های تاریخ ملت افغانستان به هم دیگر وحدت داشت، اتفاق داشت. بدبختی ما امروزی هست که ملت را دشمنان ما پارچه پارچه ساخته است و این پارچه ها در دست اجانب و بیگانگان قرار گرفته است. لذا سوال ازی مسئله قبل از همه چیز بلند می شود که اتفاق ملی تا این ملت را به هم پس یک جای بسازیم. خداوند جل علا شانه نیز در قرآن عظیم الشان می فرماید که واعتصموا بحبل الله جمیعا ولا تفرقوا. دست بندازین بر اسمان خداوند و تفرقه را میان خود راه ندهید، همه به هم متحد و متفق شوید. سوال دوم ما امی هست که ما باید متحد و متفق شویم یا نه؟ خداوند خود چنین حکم میکنه. کیست؟ کدام دست ها هست که ما را نمیگذاره به هم دیگر متحد و متفق شویم؟ و افغان ها علیه یک دیگر باید به جان هم بیفتن، بکشن، بزنن، از بین ببرن. قتل و خونریزی و فساد و دشمنان افغانستان هستند. این پاکستان است. پاکستان برای یک لحظه حاضر و آماده نیست که در کنار از او یک افغانستان قوی، نیرومند، آزاد، مستقل و با قدرت وجود داشته باشد. هر قدر افغانستان پارچه پارچه و تکه تکه و جو جو و تجزیه شده باشه با مو اندازه به نفع پاکستان است. خود پاکستان کیست؟ من در یکی از بیانیه‌های خود گفتم که 41 سال از عمرش دیر میشه. فقط از دامن استعمار انگلیس زاییده شده است. این انگریز ها هستند که از طریق پاکستان انتقام جوانمردی ها، دلیری ها و فداکاری ها و رزم و پیکار به خاطر آزادی و استقلال وطن را که نیاکان و پدران ما انجام داده بودند و انتقام را میخواه از ما بگیره. که کت یک سیلاوه دیدن تفنگ دان پر کت داس کت سوته تانستن افغانستان را آزاد بسازن.
در این زمین و آسمان، در این دیار مرکز داستان، در این فضا، در این بهشت جاودان، در این زمان و جستجوی کاروان، با جستجوی کاروان زندگی با سوی اوج بکران زندگی با اتفاق و با همین و یک دلی روانه میرویم و میرسیم، با اتفاق و با همین و یک دلی روانه میرویم و میرسیم، در این وطن، در این زمین و آسمان، در این دیار مرکز داستان، در این فضا، در این بهشت جاودان، در این زمان و جستجوی کاروان. خموش با زنهای جنها مباد زنده امتیاز رنها یکی شوید برادران و خواهران، برادران و خواهران یکی شوید، یکی شوید برادران و خواهران، برادران و خواهران یکی شوید، در این وطن، در این زمین و آسمان، در این دیار مرکز داستان، در این فضا، در این بهشت جاودان، در این زمان و جستجوی کاروان. همین دیار کوهسار، همین زمین برفی و هر قدم و هر وجب و هر دیار نمای به کار ما شود بهشت جاودان، صحت هر آنچه کنه حب سالیان، یکی شوید برادران و خواهران، برادران و خواهران یکی شوید، یکی شوید برادران و خواهران، برادران و خواهران یکی شوید، در این وطن، در این زمین و آسمان، در این دیار